خیلی جریان اتفاق وحشتناکی که 15 سال پیش برای برند اپل افتاد رو نمیدونن. سال 2010 درست 2 ماه قبل رونمایی آیفون 4 یکی از مهندسای اپل به اسم گری پاول رفته بود جشن تولد دوستش توی بار آلمانی نزدیک دفتر اپل در نیویورک. همراهش یه آیفون 4 آزمایشی هم داشت با یه قاب استتاری که شبیه آیفون 3GS به نظر بیاد. بعد چند لیوان آبجو موقع برگشت گوشی رو جا گذاشت. یکی دیگه اونجا گوشی رو پیدا میکنه. وقتی میبینه دوربین جلویی داره و صفحه نمایشش عجیبه میفهمه یه چیز خاصه. اون حتی به پشتیبانی اپل هم زنگ میزنه ولی جدیش نمیگیرن. در نهایت گوشی رو حدود $5000 به یه سایت معروف به اسم گیزمودو میفروشه. گیزمودو گوشی رو باز میکنه، همه چی رو بررسی میکنه و یه مقاله معروف منتشر میکنه. این آیفون بعدیه. درست چند هفته مونده به رونمایی رسمی این مدل. اپل وحشت میکنه. خیلی سریع وارد عمل میشه و گوشی رو به عنوان اموال محرمانه اپل مطالبه میکنه. رسانه‌ها ترکیدن، همه جا بحث بود که اپل چطوری چنین سوتی امنیتی داده. در نهایت با شکایت اپل، پلیس میرزه خونه خبرنگار گیزمودو، لپتاپ‌ها و هارداش رو ضبط میکنه. البته که آخرش دادگاه خبرنگارا رو تبرئه میکنه، ولی پیدا کننده گوشی مجرم شناخته میشه و به جریمه نقدی محکوم میشه. این ماجرا باعث شد اپل امنیت و محرمانگی نمونه‌های آزمایشی آیفون رو چند برابر کنه تا یه وقت مهندساش با 2 لیوان آبجو همچین افتضاحی به بار نیارن.